به نام خدا. بخواهید تا به شما داده شود. کتابی برای ایجاد آرامش و تحول در زندگی شما. اثری از استر و جری هیکس. فصل 9. ارزش نهان در واکنش‌های احساسی. حس بینایی شما با حس شنواییتان فرق می‌کند و حس بویاییتان با حس لامسه‌تان. اما با وجود اینکه این حس‌ها متفاوت هستند، همه آنها تفسیرهای ارتعاش هستند. به عبارت دیگر، هنگامی که شما به یک اجاق داغ نزدیک می‌شوید، حس بینایی به شما نمی‌گوید که آن اجاق داغ است. حس شنوایی و حس چشایی یا بویاییتان هم کمکی به تشخیص دادن اجاق داغ نمی‌کنند. اما با نزدیک شدن بدنتان به اجاق، حسگرهای پوست به شما خبر می‌دهند که اجاق داغ است. شما با داشتن مترجمان حساس، تکامل یافته و پیچیده ارتعاشات به دنیا آمده اید که به شما کمک می‌کنند تجربه را درک و تعریف کنید و همانطور که 5 حس مادی خود را برای تفسیر تجربه زندگی مادی به کار می‌گیرید، حواس دیگری هم از بدو تولدتان با شما بوده است که آنها هم مفسر ارتعاش هستند و به شما کمک می‌کنند تجربیاتی که در این لحظه در زندگی دارید را درک کنید. احساساتتان نشانه نقطه جذب شما هستند. احساسات شما در همه لحظات نشانه محتوای ارتعاشی وجود شما هستند. به همین علت هنگامی که نسبت به احساسات خود آگاه می‌شوید، می‌توانید از ارتعاشی که عرضه می‌کنید نیز آگاه شوید. اگر دانش خود درباره قانون جذب را با آگاهی فعلی خود نسبت به ارتعاشی که عرضه می‌کنید ترکیب کنید، کنترل نقطه جذب قدرتمند خود را کاملا در دست خواهید گرفت. شما با این دانش اینک می‌توانید تجربه زندگی خود را به روش دلخواهتان هدایت کنید. احساسات شما به سادگی و به طور خالص و به تنهایی مربوط به رابطه شما با منبع خودتان هستند و از آنجایی که احساسات شما هرچه می‌خواهید و یا نیاز دارید درباره رابطه خود با منبع خودتان بدانید را به شما می‌گویند. ما غالباً آنها را سیستم راهنمایی احساس می‌نامیم. هنگامی که برای ورود به این بدن مادی تصمیم گیری کردید، اتصال ابدی خود به انرژی منبع را کاملاً درک کردید و می‌دانستید که احساساتتان نشانه‌های دائمی خواهند بود که در هر لحظه‌ای به شما کمک می‌کنند رابطه کنونی خود با انرژی منبع را بدانید. بدین ترتیب با درک هدایت قدرتمندی که به آن دست یافته‌اید، هیچ خطر یا حس سردرگمی را احساس نکردید. فقط حس ماجراجویی و نشاط واقعی را احساس کردید. احساساتتان شاخص همسویی شما با انرژی منبع هستند. احساسات شما میزان همسویی شما با منبع را نشان می‌دهند. اگرچه هرگز نمی‌توانید همسویی با منبع را طوری از دست دهید که از آن کاملا جدا شوید، اما افکاری که تصمیم می‌گیرد توجهتان بر آنها معطوف شود، یک دامنه مهم را به شما می‌دهند که از همسویی با انرژی غیر مادی که واقعیت وجود خودتان است گرفته تا ناهمسویی با آن را در بر می‌گیرد. بدین ترتیب به مرور زمان و با تمرین کردن متوجه می‌شوید در هر لحظه چقدر با واقعیت وجودتان همسو هستید، زیرا هنگامی که به انرژی منبع خود کاملا اجازه می‌دهید به درون شما بیاید، کامیاب می‌شوید و به همان اندازه‌ای که اجازه نمی‌دهید این همسویی وجود داشته باشد، کامیاب نخواهید بود. شما موجوداتی هستید که صاحب قدرت هستید. شما واقعا آزادید که دست به خلقت بزنید و وقتی به این موضوع واقف می‌شوید و روی چیزهایی تمرکز می‌کنید که به این موضوع هماهنگی ارتعاشی دارند، کاملا احساس شادی می‌کنید. اما هنگامی که به چیزهایی فکر می‌کنید که با این حقیقت در تضاد هستند، احساس منفی سلب قدرت و بندگی می‌کنید و همه احساسات در جایی در همین دامنه قرار می‌گیرند، از شادی گرفته تا سلب قدرت. از احساسات خود برای حس کردن راه بازگشت به سوی خوشنودی استفاده کنید. وقتی فکری در سرتان است که با آنچه که واقعا هستید هم صداست، احساس می‌کنید هماهنگی در بدن مادیتان سیر می‌کند. شادی، عشق و حس آزادی مثال‌هایی از این همسویی هستند. و هنگامی که فکری در سرتان است که با آنچه که واقعا هستید هم صدا نیست، ناهماهنگی را در بدن مادی خود احساس می‌کنید. افسردگی، ترس و احساس اسارت مثال‌هایی از این ناهماهنگی هستند. همانطور که مجسمه سازها برای خلق شیء دلخواهشان به گل شکل می‌دهند، شما با شکل دادن به انرژی دست به خلقت می‌زنید. شما از طریق قدرت تمرکز خود
به آن شکل می دهید. با اندیشیدن درباره چیزها، با به یاد آوردن چیزها و تجسم کردن چیزها. شما هنگام حرف زدن، هنگام نوشتن، هنگام گوش دادن و هنگامی که ساکت هستید، هنگامی که به یاد می آورید و هنگامی که چیزی را تجسم می کنید، انرژی را متمرکز می کنید. همانند مجسمه سازانی که به مرور زمان و با تمرین یاد می گیرند که به گل شکل دهند تا دقیقاً آنچه دلخواهشان است را خلق کنند، شما هم خواهید آموخت که چگونه از طریق متمرکز کردن ذهن خود به انرژی که دنیاها را می سازد شکل دهید و همانند مجسمه سازانی که با دستانشان راه خود را هنگام خلق دوباره آرمانشان احساس می کنند، شما هم از احساسات خود برای حس کردن راه خود به سوی خوشنودی استفاده خواهید کرد.